السلام علیکم دوستان عزیز. خواستم قصه را به شما پیشکش کنم که امروز یادم آمد. یک روز جوانی از گذرگاه گذر میکرد که ناگهان چشمانش به مردی افتاد که آنقدر گریه و زاره داشت. وقتی جوان خواست از حال واقعه خبردار شود، به نزد مرد آمد و به مرد سوال کرد: ای مرد، چرا در نزد سگی که از گرسنگی جان داده ایستاده است نشسته ای و گریه داری؟ مرد در جواب گفت: این سگی را که میبینی از گرسنگی جان داده ایستاده است سگی وفاداری من بود که روزها در پی تلاش رزق روزی خود بود و شبانگاه برای محافظت مال و اموال و عائله من بود که ما را محافظت میکرد و امروز باشد او از گرسنگی جان داده ایستاده است. من آن را خیلی دوست می‌دارم و برایش اشک ریخته ایستادم. وقتی جوان دید در نزد مرد بارخلطه ایستاده است و جوان سوال کرد: در بارخلطه خود چی داری؟ مرد در جواب گفت: در این بارخلطه نان و آذوقه های روزها را دارم که برای خود ذخیره کردم. جوان در تعجب افتاد، گفت: اگر که در بارخلطه نان داری پس برای این سگ نان بده که او از گرسنگی نجات یابد. مرد چی گفت؟ بله، من در حقیقت این را دوستش می دارم، ولی نه به آن درجه ای که از ذخیره خود برای او بدهم. گفت: پس اشک برای چیست؟ مرد چی گفت؟ آیا می بینی این بارخلطه من و این آذوقه و ذخیره های مرا که من این را با تلاش های به دست آوردم؟ و این اشک را چی؟ اشک در برابر جاری شدن خود از ما چیزی طلب نمی کند، ولی این آذوقه و این ذخیره کرده من زحمت زیاد را طلب می کند. روزی به تلفنم بسیار زنگ پی در پی می آمد. وقتی تلفن را گرفتم و پاسخ دادم، شنیدم ناله زاری را، جگری پاره شده مادری را که مادر اولین سوال کرد چی گفت؟ فرزندی من در کجا است؟ سلامتی او چگونه است؟ و او برای چی به ما زنگ نمی زند؟ چرا از حال خود به ما خبر نمی دهد؟ گفتم: مادر، گریه را بس کن، چون من خود طاقت این را ندارم. و به مادر چی جواب دادن را ندانستم و در سکوت افتادم. برای آنی که مادر باز هم پریشان نشود گفتم: او خوب است، شاید تلفنش ضرر نداشته باشد و یا مبلغی نداشته باشد. شما نیز برادران عزیز به قدر مادرهای خود برسید. مقصد از قصه چی بود؟ شما هم بعد از فوت دیدن پدر و مادر و دوستان خود آن اشکی را که برای مردم نشان می دهید و گریه و ناله های را که می کنید نکنید، چون این مرد گفت در برابر جاری شدن خود از ما چیزی طلب نمی کند. و شما نیز بعد از فوت دیدن آنها در سر قبرها سنگ‌های بزرگ با حشمت گذاشتن و آن گلدسته ها را نکنید و در قید حیاتشان به قدر آنها برسید. پدران و مادران برای مبلغ ما زار نیستند. اقلاً برایشان از حال خود خبردار کنید که
تا آنها نیز تسکین بیابند. بعد مرگ آنقدر گریستن‌های ما چیست وقتی که ما در قید حیات به قدر آنها نمی‌رسیم.